طبیعت زیبایی که آقای هاشمی صاحب از قاصر در این وقت یک پروژه بسیار خوبی را اینا روی کار آوردند. عبارت از سرسبز سازی کل افغانستان. کوههای ما باید سبز باشد. موضوع محیط زیست یا حفاظت از محیط زیست واقعا بسیار در افغانستان تا هنوز کسی گپ نگفته، کسی سر از این توجه نکرده. دوستان و بینندگان عزیز، حتما ما را در این قسمت هم همکاری داشته باشید. نجفی زاده یک از برادرای دایکنی ما، یک ابتکار بسیار عالی و یعنی که این ابتکار با واقعیتش تابال نشده بود. ما ابتکار از این را به دیده قدر میبینیم، یعنی حفاظت از محیط زیست یا سرسبز سازی کوه ها. ما با ترویج بادام کوهی، ارچه، صنوبر، موضوع قرغنه، حتی موضوع پیسته، این گپار ما کوشش میکنیم که باید کوههای خود سرسبز کنیم و همچنان حیواناتی که در کوه هست باید حفاظت شود. تشکر، سلامت باشید. امیدوارم که در این بخش حتما ما همکاری داشته باشید، حداقل ما بتونیم همین کارهای خود روند تصحیح ببخشیم دیگه.